الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم. بعد از حمد خداوند و درود به پایان بر پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم، ان شاء الله امشب درباره عقیده اهل سنت و الجماعت، درباره اصحاب پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم صحبت میکنیم. صحابه کرام میگویند، ابن حجر رحمت الله علیه میفرماید: وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام. از همه تعریف مهمی که عالم‌ها این را اعتماد کردن درباره صحابی آن است که صحابی کسی را میگویند که او با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روپرو شده باشد و با پیامبر ایمان آورده باشد و از دنیا به ایمان گذشته باشد. و کسی که پیامبر را دیده باشد و به او ایمان آورده نباشد، او صحابی نیست. یا به او ایمان آورده باشد بعد از آن کافر شده باشد، او صحابی نیست. صحابی کسی را میگویند که او با پیامبر ایمان آورد و پیامبر را دید، یعنی روپرو با پیامبرش ایستاد و از دنیا گذشت حال آن که او مسلمان بود. در این جمله و در این تعریف کسانی هم می‌دانند که اونها کور بودند در زمان پیامبر، لیکن پیامبر خدا را ندیدند، لیکن از جمله صحابه شماریده میشوند، مثل عبدالله ابن مکتوم رضی الله عنه. امام طحاوی میگوید که ونحب اصحاب النبی، و ما اهل سنت و جماعت دوست می‌داریم صحابگان پیامبر صلی الله علیه و سلم را. خداوند میگوید: محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. محمد پیامبر و فرستاده الله جل شأنه و اون کسانی که با محمد هستند و با پیامبر ایمان آوردند، اونها کسانی هستند که با کافران سختگیری می نمایند، لیکن با مؤمنان ملایم و رحمدل هستند. خداوند میگوید: یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه. آن روزی که الله جل شأنه پیامبر خود را خوار نمی کند و پیامبر خود را سرپست نمی کند و آن کسانی که با پیامبر بودند و آن اصحاب